دیروز ما و شما عکس آوردن و فرمت پاراگراف و هیدینگ و در بک‌گراند عکس و کلر و چیزا رو خواندیم. امروز آردر و ان آردر لیست میخوانیم. باش که از یک کپیش بگیریم. دی آردر لیست and ان آردر لیست. آردر لیست و ان آردر لیست چی را میگه؟ ما شما در ورد اگر یادتان باشه بولیتس و نمبرینگ داشتیم که وقتی که میخواستیم که بولیتس یا نمبر بیاریم در ورد خود ساده بود، فقط اون رو کلیک میکردیم میامد. اسکیال ورد به اینجا ما شما اینی آردر لیست داشتیم بولیتس که کلیک میکردیم که انتر میزنی این بولیتس کتشون میه. باز وقتی که تب میزنی سکند لیولشان میه، باز تب میزنی سکند لیول میه. این و دیگه نمبر داشتیم. اگر میخواستیم که نمبر بیاریم میره کلیک میکردیم این نمبر میه. باز اگر تب کلیک میکردیم چنج میشد، لیول 2 ش میومد، لیول 3 ش میومد، لیول 4 ش میومد. اگر ما شما این قسم بولیتس و نمبر در وب پیج خود ضرورت داشته باشیم، مثلا ما وبسایت کورس خود جور میکنیم، نوشته میکنیم که در دی ای تی کدام پروگرام ها داریم و در سی ای تی کدام پروگرام ها داریم، که زیر دی ای تی باز این قسم به نمبر پروگرام ها رو نوشته کنیم و زیر سی ای تی. در اون صورت باز این را آردر لیست و ان آردر لیست میگم. وقتی که نمبر می آوردی نمبر آردر لیست میگه و اگر بولیتس می آوردی او را ان آردر لیست میگه. خب اینی صفحه را مواز میکنیم، دی کدش هم باز کنیم در نوتپد اوپن وید. اینی پاراگراف دیلیت میکنیم زیر اینی پاراگراف. فعلا یک هیدینگ تو را میگیریم، مثلا نوشته میکنیم که CIT Certificate in Information Technology. هیدینگ تو سیو میکنیم، یک ریفرش میکنیم که هیدینگ تو ما آمد یا نه. هیدینگ تو آمد. زیر از این ما پروگرام های CIT را نوشته میکنیم و میخوایم که در ان آردر لیست بولیتس کتشان بیه. وقتی که بولیتس هم میخواستی باز نوشته میکنی UL در قوس UL ان آردر لیست. ان آردر لیست شروع شد و ان آردر لیست ختم شد. UL شروع شد و UL ختم شد. بعد از او وقتی که شد اگر من این را سیو کنم ریفرش کنم تا هنوز هیچ تغییر هیچ چیزم نامده. وقتی که ما نامای پروگرام ها را نوشته میکنیم برای از او باز کوشش کنیم که یک تب بتیم که یک کم منظم معلوم شه. اگر نتونیم فرق نمیکنه، به خاطر که کد ما منظم باشه باید خوب منظم کد نوشته کنیم. نوشته میکنیم li مانا لیست. اینجا برشون گفتیم که بر ما ان آردر لیست شروع کو و اینجا ختم کو و در این یک لیست کار داریم که در اون لیست چی نوشته باشه. مثلا من میگم که نوشته باشه مایکروسافت ویندوز و li ختم. این لیست تا اینجا. دیگه مثلا نوشته میکنیم که مایکروسافت ورد 2016 این لیست اینجا ختم. حالا اگر من سیو کنم ریفرش کنم سیو کنم چی کتشون آمدن؟ بولیتس کتشون آمدن. به همین ترتیب اگر من دیگه ایشانم نوشته میکنم فقط li لیست در این نوشته میکنیم که مایکروسافت اکسل لیست ختم. دیگه مثلا میگم که مایکروسافت پاورپوینت li ختم. مایکروسافت اکسس کورل را li x8 و دیگهش HTML و اینترنت li ختم. حالا سیوش میکنیم ریفرش کن سیو کنیم کلش بولیتس کتش آمد. فهمیدین این ان آردر لیست میگه. اگر ما میخوایم که شماره کتش بیه آردر لیست بیه، مثلا زیر از این پروگرام های دی ای تی خود نوشته میکنیم. کجا باید نوشته کنیم اینی لیست اینی ان آردر لیست اینجا شروع شد و اینجا ختم شد. دیگه لیستی که جور میکنی باید زیر از این باشه. مثلا ما شماره را میخوایم این زیر از این برای از باز OL نوشته میشه آردر لیست. ان آردر لیست UL آردر لیست OL شروع و ختم. OL ختم. ما بینش همین قسم هستن. اینی را کپی پیست میکنیم در اینجا سیوش میکنیم یک ریفرش میکنیم سکتشون چی آمدن؟ شماره. باشه اگه هیدینگ تو رو بتم برای از دی ای تی نوشته کنم. بالای از این میگم هیدینگ تو باشه دی ای تی نوشته باشه.
تکنولوژی هیدینگ تو سکن عنوانشان هم آمدن پروگرامش نمای پروگرام ها را اگه چینج میکنی راستن اینجا نوشته کن به همین ترتیب باشیم اینه که تایز شما را فهمیدیم؟ حالا اگه ما بخوایم که در جای شما را EBC بیایه یا شماره لاتینی بیایم ما شما در ورد لاتینیم داریم EBC هم داریم باز میایی در این اینجا چینجش میکنیم در این اینجا به خاطر که من اینی آردر لیستی ما که است ما میخوایم که چینج شود از شماره و EBC چینج شود باز اینجا کتش نوشته میکنی تایپشان چی باشه؟ مثلا ما میگم که A باشه وقتی که نوشته که EBC میه سویش کنم حالا چی نوشته شد؟ EBC خورد است اگر میخوای که EBC کلان باشه فقط اینی A را در کلان نوشته کن وقتی که ریفرش میکنی باز اگر ایره ما میخوایم که لاتینی بیه باز در جای A چی رو نوشته میکنی؟ آیا نوشته میکنی آیا کلان اگر نوشته کنی باز حساب لاتینی کلانش نوشته میشه و اگر آیا خورد نوشته کنی باز لاتینی خوردش نوشته میشه فهمیدی؟ و اگر پس شماره میخوایم فقط این رو دیلیت میکنی پس شماره اینی شماره است شماره اولشان از یک شروع هستن اگر ما میخوایم از یک شروع نشه مثلا اولش از 5 شروع شد یک شماره که دلخواه باشه مثلا میگم از 10 شروع شد باز اینجا کتشان چی نوشته میشه start میگم start از چند شوه مثلا از 10 شوه سیوش میکنه ریفرش شماره اولشان از 10 شروع میشه فهمیدید اگر ما شما EBC داشته باشیم تایپ مثلا این رو پس دیلیت میکنیم اینجا تایپ ای میتونم ای کلام سیو EBC اومدن حالا ما میخوایم که شماره اول مثلا از ای شروع شود دو صورت باید چی کار کنی دو صورتی تو نوشته کردن نمیتونی که مثلا نوشته کنی که start مساوی چی ای اگه من این رو سیو کنم فلش کنم شروع شده ازی اینجا با حساب شماره باید برشان بگویی که مثلا ما از این شروع میکنیم ای حرف چندم است ای حرف چندم میه پنجم میه نه من میگم که از کدام حرف شروع شود از حرف پنجم شروع شود اینجا که تایپ هر چی باشه تو باید start اینجا با شماره بدی مثلا من میگم که از حرف پنجم شروع شود حالا اگه من فلش کنم از کدام شماره شروع میشه از پنجم شروع میشه این start و این تایپ شان شد اگر میخوایی که تایپی از یار چینج کنی مثلا این فعلا که هستن سرکل هستن دایره واری هستن نه اگر این رو چینج میکردی برای از هم تایپ داده میتونی این اینجا برشان میگی که تایپشان باید چی باشه مثلا من میگم که سکویر باشه که ریفرش کنی چی جور میشه سکویر بیشتری دایرگک بود نه سکویر شد اگه این رو پس ریموف کنم سکویر را ریفرش کنم پس دایره واری شد این رو میگه آردر لیست و انال لیست فهمیدین تا اینجا؟ همین خب میایم سر